چگالی زاده سینان پاشا، مکتوبات مربوط به عهدنامه ها را خواندم. نظرات درویش پاشا نیز مشخص است. پیک فرانسوی ها منتظر باشد. عهدنامه‌ای که به ایتالیایی ها بخشیده بودیم عیناً تکرار خواهد شد. وسیله خیر باشد سرورم. من نیز با اجازهتان فردا راهی خواهم شد. سرورم، حافظ احمد پاشا میخواهند به خدمت برسند. تو کجا هستی پاشا؟ به چه جرأتی دیر به دیوان میایی؟ انشالله که توضیح معقولی داری. مرا عفو کنید سرورم. وقتی خبر مهمی دریافت کردم مجبور شدم به اسکله بروم. مهر صدارت سرورم. وزیر اعظمتان یاووز علی پاشا در بلگراد به دیار باقی شتافته است. جسمش توان سفر طولانی را نداشته و بیمار شده است. خداوند رحمتش کند. خدا سرورمان را حفظ کند. سلطانم، شنیدم که بلافاصله مشغول تدارکات مراسم عروسی شده اید. مگر ما منصرف شده بودیم؟ تو درباره آن ماجرای تلخ نامه که تقصیر حلیمه بود حرف میزنی. دیدی که سنگی که پرتاب کردید به شکاری که خواستید اصابت نکرد. سرورمان بیشتر از هر کسی مایل به ازدواج درویش پاشا و فخری سلطان هستند. فرزندم خوب می‌داند چه کسی را به خود نزدیک و چه کسی را دور نگه دارد. برای همین هم به زودی درویش پاشا مهر وزیراعظمی را دریافت خواهد کرد. سرورمان به هر کسی که صلاح بداند مهر را خواهد سپرد، البته بعد از پرسیدن نظر من. این را ببین، راهنما شده است. میخواهد به فرزندش راه و چاه نشان دهد. تمام اینها کارهای حلیمه است. آنها در چاه خودشان خواهند افتاد سلطانم. سلطانم، میخواهید چه کنید؟ شما خیلی دوست داشتید که درویش پاشا وزیر اعظم بشود. درویش پاشا با کاشتن بذر شک در دل من مرا به فکر برده است. خیلی سخت است والدم. تا از صداقت کسی مطمئن نشوم وزیر اعظم نمی شود. اسمی که در سر دارم درویش است. مطمئن هستم که صفیه سلطان نیز خوشحال می شود، زیرا دامادش می شود. شخص دیگری را در نظر دارید؟ البته که تو بهترین را می دانی، لکن کسی که من در نظر دارم آقا مهمد پاشاست. هرچه باشد سکولوزاده است. دشمنیش با صفیه سلطان به قدیم باز می گردد. بمیرد هم سرخم نمی کند. درویش سرخم می کند؟ هرگز نخواهد کرد. اما اگر انقدر زود وزیر اعظم شود ممکن است تغییر کند. باید قدم به قدم جلو برود تا ارزش مقامش را بداند. علاوه بر این چه لزومی دارد که مورد اعتمادترین پاشایمان را تومه گرگ کنیم؟